يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ندای الله بر انسانیت: ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از راهها و گامهای شیطان که به وسیله آنها به تدریج شما را به سوی عذاب میکشد پیروی نکنید که براستی او دشمن آشکار شماست. او شما را تنها به بدی و زشتی فرمان میدهد و بر آن می‌دارد تا آنچه را که نمی‌دانید به الله تعالی نسبت دهید. سوره بقره آیه 168 و 169. ارشاد از آیاتها یعنی راهنمایی از این آیاتها. 1. از این آیات برمی آید که کسب حلال و حلال و پاکیزه خوردن یک نوع عبادتی الهی است، زیرا الله به آن امر کرده است. 2. حلال دارای دو وصف می باشد: یکم پاکیزه باشد و نجس نباشد، یعنی از ناپاکی خود را امین نگه داشته باشد، و دیگر این که فایده آور باشد و ضرر آور نباشد. 3. منع الله از پیروی کردن راه شیطان، چون شیطان دشمن آشکار انسانیت می باشد. 4. یکی از بزرگترین گناه در شریعت این به علم سخن کردن است. 5. اهمیت علم در شریعت، چون من و سرزنش الله از جاهلی بر علم آموزی دلالت می کند. تماشابینان گرامی، شما درس دومی ندای الله را شنیدید. به شبکه ما ابونه شوید و به دیگران نیز این نوا را فرستید.